دوستان عزیز، موضوع امروزه ما درباره یکی از چهره‌های شناخته مردم تاجیکستان، قدم قربان. البته در سامانه‌های اجتماعی دیده استیم که همین آدم تنقید کرده است. ای برادرای اهل اسلام، ای برادرایی که همین نوره گوش کرده استین، ای برادرایی که در کامنتاری آن همین ویدیوها شما بسیار گپ‌های قبیح گپ زده استین. قدم قربان کیه؟ او هم رنگ ما و شما یک آدم، یک بنده گناهکار. برای چی ما مردم یک حالت عجیب داریم که باور کنین کار و خطاها و گناههای ما با چشم خودمان نمیتابد، لیکن عیب، نقصان، خطا یک کسی دیگر را وقتی مشاهده کردیم دیدیم هزارها جمله های قبیح می نویسیم. این در کجا راست می آید؟ برای چی عیب است آخر؟ به خدا قسم عیب است. وقتی شما چنین حالت را دیدید، یگان جمله خوب نویسید نمی شود. این خیل شید، فلان شید. آخر عیب قدم قربان با این رقصش در مسئله کرسی روبل در چیست؟ خنده آور است نه؟ باور کنید میگه همیا رقص کردن کرسی روبل پایان رفت. آخه این به خدا عیب است. هیچ کس بی خطا نیست. هیچ کس به عیب و به کمبودی نیست. هیچ کس به نقصان نیست. هر یک ما و شما عیب، کمبودی، نقصان داریم. عیب یک برادر مؤمن را پهن کردن، این به خدا برای مؤمن و مسلمان های ما درست نمی آید. خوب میلش گوییم که در سامانه های اجتماعی نشر گردید. ای همه شما التماس یک بار خطاهای خودمان ببینیم که چقدر خطا داریم. باور کنید چنان خطا، چنان گناه داریم که خداوند این همه عیب های ما را ستر کرد. و خوش به حال آن کسی که عیب یک برادر را ستر می کند. عیب است.